الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه لهم أجر غير ممنون، وعلى فرق المهاجرين والمجاهدين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار الواصلين إلى دار القرار رضي الله تعالى عنهم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد. صدق الله العظيم. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی والله شبی دیگر نمی سوزد. خدمت همه برادران عزیز و بزرگوار مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ملت با شهامت افغانستان، ملت با شهامت هرات باستان، ملت مجاهد خیز افغانستان، امروز میخواهم این را اشاره کنم تا به کی در زیر بار ذلت و خواری من و شما زندگی کنیم؟ تا چی وقت من و شما در زیر بار ذلت و خواری باشیم؟ هر روز، هر هفته شاهد شهادت علمای ربانی هستیم. ایاز نیازی شهید کردن، مفلر شهید کردن، دکتر عاطفر شهید کردن، دهها عالم دیگر را شهید ساختن. دیروز جان دیگر عزیز ما را که مسلم یار رحمه الله استاد مبشر را شهید ساختند. امروز عزیزان من نمیخواهم که این عمل را تنها بحث تطبیع باشه. دشمن ما را میکشه، ما هم تطبیع میکنیم. دشمن ما را میکشه، تکه تکه میکنه، ما هم در صفحات مجازی تأثر و بالآخر انا لله و انا الیه راجعون اعلان کردیم و بالآخر محکوم کردیم. عزیزان و بزرگواران، علما پی دیگری شهید میشوند. این آرزو و آرمان همه علمای ربانی هست. ما را از مرگ نترسانند، ما را از مرگ نترسانند که این بزرگترین آرزو برای همه مسلمانان خصوصا علمای ربانی هست. آن لحظه ای که از این دار فانی و از این داری که سر تا پا غم و اندوه هست انسان با سرفرازی و سربلندی و با تن خونالود و پیشگاه پروردگار عالم بره و برای الله بگه الله این یک جان ناقابل بود که فدای دین تو شده. عزیزان من میخواهم امروز این را اشاره کنم. امام غزالی رحمه الله میفرماید در هر سرزمینی که اگر کسی کشته شد و قاتلش پیدا نشده، قاتل مقتول حکومت و نظام هست. این فرموده امام غزالی رحمه الله. آیا میدانیم استاد نیازی، استاد فرزانه، استاد مفلح، آیا امروز ما در افغانستان چند تا نیازی داریم، چند تا مفلح داریم؟ ما در افغانستان چند تا مسلم یار داریم؟ ما در افغانستان این عزیزانی که ما از دست دادیم و اینهایی که حسینوار جام شهادت نوشیدن، اینها چند نفر هستن عزیزان و بزرگواران؟
حرفم این هست، نظامی که سالها از این منبر گفته شد نظام فاسد، نظام خائن، نظامی که غلام حلقه به گوش یهود و نصاراست، اگر ابر نمیباره چون ما رفتیم زیر پرچم یهود و نصارا، اگر امروز ابر رحمت نمیآیه ما نظام کثیف اینه که غلامان یهود و نصارا هست تأیید کردیم، با اونها نشستیم، با اونها قهقه زدیم. بار اله ما را ببخش، بار اله پروردگارا ما را ببخش که این دست ما با نوکران یهود و نصارا خورده و تماس گرفته. ای بار اله پروردگارا ما را ببخش و ما را عفو کن. عزیزان من، میخواهم این را بگویم، در نظامی که خون علما ریخته میشه، در نظامی که خون خبرنگاران عزیز ما ریخته میشه، در نظامی که جان تاجر ما و مال تاجر ما در امن نیست، امروز تاجر ما از ناامنی به خود میسوزه، از اختطاف درد میکشه و امروز آتشی که در گمرک هرات افتاده، تجار ما ضربه را دیدن، خساره را دیدن و این نظام فاسد هیچ جوابگویی نداره. در نظامی که به اون نظام توجه به پلیس و توجه به اردوی خود نداره، در نظامی که فقیرترین قشر اون نظام معلم عزیز باشه، در نظامی که صدای ملت و ندای ملت خود را نشنوه، صرافان عزیز ما به خاطر حقه مشروع خود بیش از 10 روزه که اعتصاب دارن، کسی صدای اونها را نمیشنوه، کسی پاسخگویی نداره. اگر میبینیم شهرهای هرات و کابل مسدوده، کسی به صدای موترداران ما گوش نمیکنه. امروز عزیزان من، نظامی که هست، افرادی که بر قدرتن، انسانهای دزد، انسانهای خائن، انسانهای مجهول الهویه، رئیس جمهور کی هست؟ اشرف غنی کی هست؟ ایرا کی آورده بر سر قدرت؟ ایرا کی آورده بر سر قدرت قرار داده که بلوک دزد و خائنی در اطرافش جمع کنند؟ نظامی که بر رقاصه از میدان هوایی تا اجرای کنسرتش امنیت میگیره، نظامی که به رقاصه تقدیرنامه میده، نظامی که رقاصه ها را اسپانسر میکنه، نظامی که بر ملت خود ظلم و ستم و جفا داره، در تحت این نظام خون علما ریختنده میشه، خون مسلمیار به زمین میریزه. در تحت این نظام خون عیاض نیازی، خون مفلح بر محراب و منبر ریختنده میشه. عزیزان من، چندین بار گفتیم که این نظام اسلامی نیست، چندین بار گفتیم که این نظام را الله سرنگون کنه. امروز میخواهم ادای مسئولیت کنم در نظامی که در رأس او نظام اشرف غنی غلام حلقه به گوش یهود و نصارا قرار داره. برای تمام مأمورین ملکی و نظامی میگویم، حرف من این هست، خدایا تو شاهد باش که جان من فدای دین تو باشه. برای مأمورینی که در نظامن، چی ملکیه، چی نظامیه، چی اردویه، چی پلیسه، چی کسی که با قلم خود حامی این نظامه، حمایت از این نظام گناهی کبیره است. کسی که با این نظام حمایت میکنه، با قلم خود، با پول خود، با فکر خود، با صلاح خود
مرتکب گناهی کبیره شده. عزیزان من، تنها گناهی کبیره نیست، هر جنایتی که در این نظام میشه، تو عسکر، تو پلیس، تو مأمور، تو کسی که به اداره این نظام کار میکنی و تمام جنایات شریک هستی، باید مسلمان باشیم، در کنار فساد استادن نشیم. تو عالمی که این نظام را تایید میکنی از جمله علمای یهود و نصارا هستی. الله یهود و نصارا در قرآن بیان کرده، گفته اونهایی که حق را میپوشن فی بطونهم نارا، در شکم اونها آتش هست. هر عالمی که این نظام فاسد را تایید کنه در روز قیامت در کنار علمای یهود و نصارا در جهنم حشر میشه و در جهنم داخل میشه. حرف اخیر من این هست برای جوانان مؤمن و مخلصی که در پلیس و اردوی نظام هستند، این را میگویم کمی فکر آخرت خود را بردارید، متوجه باشید. این دلیل نمیشه که ما از گرسنگی و فقر به این نظام رفتیم. با فقر بمیر ولی در کنار ظالم نباش. الله که رزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. مسلم یار چی گناه داشته؟ به ای ذنب قتلت، او را زندان بردید دل شما یخ نشد، او را شهید ساختید. آیا میدانید که عذاب خدا سخته؟ ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. و تمام مأمورین ملکی و نظامی میگویم، و تمام افرادی که به نوعی از انواع حامی و پشتیبان این نظام هستند، این را بدانم که شریک جرمن با خون نیازی و مفلح و مسلم یارو و ده ها عالم دیگر به خون اونها شریک هستند. چنین نمیشه عزیزان من که ما هم کافر را از خود راضی کنیم هم الله را راضی کنیم. عزیزان من، یک بار انسان به دنیا میآیه، یک بار از دنیا میره. ربی که من و تو را، عزیزان من، ربی که من و تو را به دنیا آورده، همون رب جان من و تو را میگیره. کاری بکنیم که در روز قیامت به پیشگاه الله روی باشه، آبروی باشه. به پیشگاه الله بگیم ای الله، اگر نتوانستیم جهاد کنیم، مبارزه کنیم، ولی پشت به دشمنان تو کردیم، ولی از منبر تو صدای حق و حقیقت. این عزیزان و بزرگواران، پس برای خائنینی که این وطن را به تباهی کشاندن، برای خائنینی که وطن را به بیگانگان فروختن، برای او خائنینی که برایشان نه دین ارزش داره نه وطن، برای اونها میگم کسی که وطن خود را سودا کنه او در مقابل حفظ ناموس هم عاجز هست. این را بدانن خائنین که روزی کسی پیدا خواهد شد که از نسل خائنین انتقام مسلم یارو ایاز